یه لحظه حوض کردم. اصلا سیگار من نیست، مال کسی بود تو ماشین جا مونده. الکی فردا آخر روزی که باید برای رفتنمون اقدام کنیم. ببین همین الان شروع میکنیم به حرکت کردن. خب هر کی زودتر خسته شد یا به هر دلیلی واسط بازنده است. در مورد موندن و رفتنمونم برنده تصمیم میگیره بدون چونه چرا. من قبلا همیشه برنده بودم، من نمیخوام ببازم. این مسابقه اگه 24 ساعت هم طول بکشه من یکی وانه نیستم. قانون 10 شماره هم که یادته. آرمان چی شد؟ یه دقیقه ببینم آقا چیکار کردی؟ بگو نخور زنگ بزنم اونجاست. آرمان میگم تلفن نخور. چرا اینجوری میکنی؟ آرمان بلند نشو بهت میگم. یه حس خوبی تو حرفات، تو کارات، تو رفتارت بود که آدم آیکیو 200 هم عاشقت میشد تا دوست زنت بشه، چه برسه به من. منظورت همون خواستگارته؟ همون آقایی که چند وقت با هم آشنا بود خواستگارت بگم بهتره دیگه. 6 7 8 فیلمی از فرید ولیزاده. نمایش در گروه سینمایی هنر و تجربه.